کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی 2 روز اخیر استراحت در دریاهای تاجیکستان دست کم 5 نفر از جمله 3 نابالغ غرق شدند. روز 6 ایون دو اکه و دادر سالهای تولدشان 2006 و 2010 ساکنان شهر بوستان ولایت سوخت هنگام آببازی در سیردریا غرق شدند. جسدهای این دو برادر غرورمرگ را از آب بیرون کشیده به نزدیکانشان سپردند. همان روز 6 ایون در حدود نورک یک دختر 5 ساله در دریای وخش غرق شد. جستجوی جسد او تا حال ادامه دارد. همچنین در روزهای استراحت در دریاهای ورزاب و کوفرنهان ساکن 19 ساله ورزاب و ساکن 33 ساله نویه شغنان غرق شدند. جستجوی جسد زاده بدخشان ادامه دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با اظهار همدردی صمیمانه به نزدیکان و پیوندان غرق شده ها بار دیگر از ساکنان خواهش می‌کند که کودکان خود را در لب آب بی نظارت نگذارند، در مکانهای برای آببازی ممنوع آببازی نکنند و قاعده‌های بی خطری را هنگام آببازی قطعاً رعایت کنند.